جندنا للساح تصبو. اما بعد برادرانی که مدت وقتهای زیاد در این برنامه اشتراک میکنند، می نشینند، می شنوند، بحث میکنند، سوال میدهند، جواب میگیرند و با وجود این هیچ حرکتی ندارند، با وجود این رضا هستند که در بین کفار زندگی بکنند، با وجود این در ملت کفر زندگی دارند و حرکت ندارند و کوشش هم نمیکنند و بی‌غیرتند. این یک مصیبت است و این یک هلاکت است، هلاکت قلب است، هلاکت است که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی اینها را به یک عذاب سخت گرفتار می‌کند. خیلی که امروز بسیاری برادران و خواهران میشنوند و میبینند و بعد از این حق را ترک میکنند و به سوی حقیقت و به سوی خلافت هجرت نمیکنند، می نشینند و از سنت پیامبر دورند، از حکم شریعت دورند. البته شنیدن هر یک این امر معروف ضد اونها حجت است، علیه اونها حجت است. امر معروف نهی از منکر انسان را یا هدایت میکند یا که بر ضد انسان روز قیامت شهادت میدهد. پس کسانی که میشنوند و عمل نمیکنند روز به روز دانند که دردشان و رنجشان و حجت علیه اونها زیاد شده است. و اما کسی که نجات را میخواهد باید حرکت بکند. این عذری نیست، عذری نیست که بگوید که من زن داشتم، من کودک داشتم، من پدر و مادر و اهل و خانواده داشتم، پول و بیزنس و مال داشتم، یا که من ضعیف بودم. این چنین عذر وجود ندارد. الله میگوید ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. آنانی که وقتی مرگشان ملائکه ها به نزدشان می آیند، ملائکه هایی که جان می گیرند به نزد انسان های می آیند که اونها در روی این زمین خار و زار زندگی کردند، اسلام را باید و شاید عمل نکرده اند، ریش خود را تراشیده و از سنت پیامبر دور و در خوف و ذلت در زیر حکومت کفر زندگی کرده اند. ملائکه ها می پرسند که الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. ای مسلمان، مگر زمین الله وسیع نبود که از این زمین کفر، از این زمین خارب و زاری هجرت به سوی عزت بکنی؟ اینها جواب میدادن، انسانها جواب میدادند هم تکن ارض الله واسعه قالوا مستضعفین فی الارض. میگفتند که ما در این زمین ضعیف بودیم، ما قدرت نداشتیم، ناتوان بودیم، برای همین مثل خار و زار شدیم. اما الله برای اونها عذاب سختی را گرفتار کرده است. خار بودن و زار بودن، شرمنده بودن و بی عزت بودن، سنت پیامبر را عمل نکردن، در زیر کفر زندگی کردن، این عذر با خود ندارد. باید حرکت کرد، باید کوشش کرد. این دین به خون پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما رسید. دندان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکست، چهرهشان درید، چقدر رنج های کشیدند. حتی در روز بدر دو دست مبارکشان را پیامبر صلی الله علیه و سلم برداشتند و گفتند فإن ماتوا هؤلاء یا الله لم تعبد فی الارض ابدا. ای الله، اگر این مردانی که در جنگ بدر هستند و می جنگند بمیرند، بدان که در روی زمین دیگر تو عبادت کرده نمیشوی. پیامبر ناله می کردند. چقدر صحابگان برای رسیدن این دین به من و تو ای مرد مسلمان ضعیف و ناتوان خارزار چقدر حرکت کردند، چقدر جوان مردی کردند و چقدر خون خود را سپاریدند. نه فقط مال خود، نه فقط زن و اهل و فرزند و پدر و مادر خود، جان خود را. و دیگر صحابه میگوید قسم به الله والله بالله تالله، من وقتی که وفات میکنم از الله میپرسم که بار دیگر مرا زنده بکند تا که در راه الله پاره پاره بگردم. پس ای مرد مسلمان، ای جوان مردو، ای جوان پسر، ای آنی که قوی هستی و صحت هستی و سلامت هستی، ای آنی که دست و پا داری و خود را مرد می حسابی،
کجا هستی؟ غیرتت کجاست؟ عزتت کجا رفته؟ آیا تو گمان میکنی که این اسلام را غیر از تو دیگر کسی عزت نمیدهد؟ فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. از جمله منافقان نباشید، از جمله عزتمندان باشید، از جمله سربلندان باشید و از جمله خوشبختان باشید و این بازوی خود و این دست و پای خود را در راه الله سبحانه و تعالی ببخشید. حرکت بکنید، کوشش بکنید تا که الله به سبب من و شما این دینش را عزت بکنه، عزت ببخشید. الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا من انصاری این الله. ای آنانی که ایمان آوردید، کدامی از شما کمک کننده الله هستید؟ من انصاری الی الله، من انصاری الی الله. کدامی از شما کمک کننده الله هستید؟ کدامی از شما ای مردان مسلمان دین الله را کمک میکنید؟ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاری الى الله. چخیلی که عیسی ابن مریم به حواریین و شاگردانش بگفت که کمک کننده کیست؟ کمک کننده الله. البته الله به کمک ما نیاز ندارد، البته الله قوی است و علیم است. این انصار، این نصر خودمان است، این نصر و عزت خودمان است. روزی که جوان مردان خواب رفتن را بهتر از حرکت کردن دانستند، روزی که مردان خوردن را بهتر از روزه داشتن دانستند، روزی که مردان مسلمان عیش و عشرت و تازگی و شکم ماندن را اختیار کردند، روزی که دعوتچیان میدان دعوت را ترک کردند و غرفه شرمندگی را به سر خود گرفتند، از همان روز تا امروز ما در ذلت و خارب و شرمندگی و شرمساری زندگی میکنیم. مگر این شرمندگی نیست که خواهری تو را زیرا می کند؟ مگر این شرمندگی نیست که روز به روز سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ترک می کنی؟ مگر این شرمندگی نیست که رویت را می آید و می تراشد؟ مگر این شرمندگی نیست که نماز را مثل رسول الله خوانده نمی توانی؟ باز چه شرمندگی را می خواهی؟ باز چگونه عمل کردن را می خواهی؟ آیا تو می خواهی که بیاید به درون خانه در آید، تو را و اهل عائلت را تجاوز بکند و بعد از این به قتل رساند؟ من انصاری الی الله، من انصاری الی الله. کیست کمک کننده به سوی الله؟ کیست کمک کننده الله؟ امروز امت اسلام محتاج به مردان است. امروز امت اسلام محتاج به مردان مؤمن واقعی جوان است. اما جوانان تاجیک، جوانان خواب هستند. تا کی خواب میکنید؟ تا کی در این خواب و غفلتید؟ تا کی این شرمندگی را به بالای خود اجازت میدهید که بیاید؟ توبوا الی الله، به سوی الله توبه بکنید، به سوی الله توبه بکنید و شیرمرد باشید و کوشش بکنید و مؤمن واقعی باشید اگر خواهید که در این دنیا و آخرت خوشنود باشید. و هجرت را کوشش بکنید، کمک دین الله را کوشش بکنید. من ینصر الله ینصره و یثبت اقدامه. هر کسی که دین الله را نصرت میدهد، الله را نصرت میدهد، الله این بندش را نصرت خواهد داد، عزت خواهد داد. و باید بدانید که تمام عزت، تمام خوشبختی، تمام نیکبختی، نه فقط این دنیا و آخرت در نزد الله سبحانه و تعالی است. در متابعت پیامبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، در اطاعت اولو الامر است. اولو الامر حقیقی که در عرض خلافت است و در اطاعت و در زندگی کردن زیر حکم شریعت قرآن و سنت است و در زندگی کردن بین مؤمنان واقعی است و در شهادت در راه الله سبحانه و تعالی است. چقدر خوشبختی است، چقدر سعادتمند است جوانی که در راه الله مال خود را، جان خود را می بخشد. الله همه من و شما را به این نعمت بزرگش نصیب بکند و خوف و ترسویی و جبنا و تمام کمبودهایی که در قلب من و شما وجود دارد بگیرد و ما را مؤمنان واقعی بگرداند که از لومه لائم نترسیم.